در روز اولین تیرماه امسال برای شما بیننده عزیز درود میفرستم و امیدوارم که روز شما خوب شروع شده باشد و چون همیشه چند دقیقتان را برای شنیدن خبرهای تازه تاجیکستان و جهان میبخشید. چلوی گلخوجه هستم بازم در روبروی شما و تشکر میگم برای همراهیتان. خب شروع میکنیم از آن که ازبکستان امروز روز مستقلیتش را تجلیل میکند و دیروز در استانه این سنه و در یک مراسم ویژه به چند مقام بلندپایه تاجیکستان هم جایزه های دولتی این کشور تقدیم شد. پرزیدنت شوکت میرزیویف از جمله به نخست وزیر قاهی رسولزاده، وزیر خارجه سیروجدین مهریدین اردن فیداکارانه خدمتلی اوچون یعنی برای خدمت شایسته را تقدیم کرد. برای دیگر نمایندگان تاجیکستان عنوان‌های فخری تقدیم کرده شد. اینچنین در میان جایزه‌داران دیگری تاجیکستانی آوازخوانان معروف دولتمند خال ادهم خالقوف، رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم و دیگر خادمان علم و فرهنگ بودند. در سخنرانی تبریکی خود پرزیدنت ازبکستان گفت که جایزه‌ها به کارمندان دولت و روشنفکران و هنرمندان تاجیک به خاطر سهم آنها در تقویت روابط دوستانه مردمی ازبکستان و تاجیکستان سپرده می‌شود. چنین مراسم در تاریخ کشور باری نخست برگزار می شود، گفت شوکت میرزیویف در این مراسم و او همچنین یک بار دیگر از بهبود روابط و پیشرفت در همکاری‌های دو کشور همسایه استایش کرد. باید گفت که تقدیم جایزه‌ها به نمایندگان تاجیکستان در تاشکند یک روز بعد مراسم مکافات سپاری به مقامات و نمایندگان فرهنگ ازبکستان در دوشنبه برگزار گردید. به مناسبت 27 سالگی استقلالیت تاجیکستان، پرزیدنت امالی رحمان روز 30 آگوست در دوشنبه به نشان قدردانی از تقویت همکاری و گسترش رابطه‌های دوستانه و فرهنگی با تاجیکستان به سروزیر ازبکستان، وزیر کارهای خارجی این کشور و چند نفر دیگر جایزه داد. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت جنیدالله خدایاروف یک کاربر فعال شبکه اجتماعی فیسبوک را برای نشر شهر در شبکه‌های اجتماعی با جرم تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی یعنی سلفیگرایی به مهلت 5 سال از آزادی محروم کرد. مرافعه 31 آگوست در دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت تحت ریاست دادرس سفربک نورعلیزاده جریان گرفت. عبدالکننده دولتی برای جنیدالله خدایاروف از دادگاه 6 سال زندان را طلب کرده بود. حکم دادگاه را خود جنیدالله و اهل خانواده و وکیل دفاعش ناعادلانه خوانده، گفتند که از بالای آن به زینه بالایی شکایت خواهند کرد. فراد خدایاروف برادر جنیدالله میگوید که آنها حکم دادگاه را بی‌رحمانه ارزیابی میکنند و این پرونده در نسبت برادرش مخصوص و فرمایشی میباشد. و گفت برادرش هیچ گونه به سازمان سلفی ارتباط ندارد. جنیدالله وقتی از تالار دادگاه بیرون شد و سر راهی خیلی کوتاه به رادیو آزادی گفت حکم دادگاه را غیر عادلانه می‌یابد و دست داشتنش در سازمان سلفی را رد میکند. طبعا نزدیکان جنیدالله میگویند دادگاه او را بر اساس یک تشخیص کمیته دین به سلفی عیبدار نمود و این حکم را در نسبتش اعلام کرد. ضمناً جنیدالله خدایاروف روز 2 ینوری سال روان از طرف کارمندان ریاست کارهای داخلی رشت بازداشت شده 5 ماه است در سیزای نویه فردوسی نگهداری می شود. و رو میاریم به خبرهای دیگر. نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب یک عضو زندانی حزب نهضت اسلامی ادعا دارد که چند میلیسای نویه شامنصور پایتخت او را تحقیر کردند. او میگوید این حادثه روز 29 آگوست در درآمدگاه بینای حکومت نویه شامنصور اتفاق افتاد. از جمله به ادعای نیلوفر ماموران میلیسا پدر او را تروریست و خیانتکار و خانواده‌اش را نون و نمک زده گفتند. اما دلیر سفرف ناظر منطقوی نویه شامنصور در صحبت با رادیو آزادی گفت که کسی نیلوفر رجب را تحقیر نکرد، بلکه از او خواسته شد سطر و لباس مذهبیش رو به لباس ملی عوض کرده سپس به بینای حکومت وارد شود. این ماجرا روز چهارشنبه در حال رخ داد که نیلوفر رجب و میخواست به بینای حکومت نویه شامنصور بدرآید و از اداره حفظ اجتماعی برای فرزندانش کمک بگیرد. او میگوید 2 فرزندش معیوب است و خانواده‌اش نیز در روی خط افراد کمبزاد و محتاج یاری ثبت شده است. نیلوفر رجب و ساکن کوچه فرهادین عطاری شهر دوشنبه است و میگوید بعد آنکه او را کارمندان امور داخلی طعنه و تحقیر کردند نتوانست برای فرزند معیوبش لباس نوی مکتبی بگیرد و با دست خالی به خانه برگشته است. ضمناً مقامات تاجیکستان برای مقابله با افراطی شوی جامعه طرز پوشش مذهبی یا به گفته آنها لباس‌های بیگانه را تحت نظارت گرفتند. پدر نیلوفر رجب و رحمت الله رجب سال 2016 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 28 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این حزب را سال 2015 ممنوع و تروریستی عنوان کرد.
دادگاه گفت اعضای این حزب در تشکیل آشوب مسلحانه ماه سنتبر سال 2015 دست دارند و خود اعضای این حزب اتهام را رد میکنند. خب میرویم به جنوب تاجیکستان. یک آموزگار جوان که سال گذشته با کمک پرزیدنت تاجیکستان عروسی کرد میگوید حالا انتظار تولد نخست فرزندش است و با همسرش میخواهد نوزاد را به خاطر رئیس جمهوری کشور امامعلی رحمان نامگذاری کند. سعید اسرارов آموزگار 24 ساله از ناحیه کوشانیان که یک سال پیش با مشورت پرزیدنت و کمک حکومت محلی توی عروسی برپا کرد، امروز با همسرش مرجانه انتظار تولد فرزند نخستینش است و طیبان گفتند که این فرزند 2 ماه بعد به دنیا میاد و تشخیص اولتراسادایی تولد پسر رو پیشگویی کرده است. از این خاطر خانواده تصمیم گرفتند که فرزندشان را امامعلی جان نام گذارند. مرجانه و سایچو حالا در جماعت دهاتی زرگر کوشانیان به سر میبرند. مرجانه از روی اختصاصش بایستی همشیره شفقت در بنگاه تیپی ده کار میکند. موزی معاشی این 2 متخصص بیشتر از 2000 سومانی را تشکیل میکرده است و با گفته سایچو زندگیشان خوب پیش میرود. تقدیر این 2 جوان را طور شما هم شاید میدانید 1 سال پیش و بین همگی چند روز سفر امامعلی رحمان به ناحیه بختر حل کرد. پرزیدنت بعد گفتگو با این آموزگار جوان است مقامات خواست که در اویله‌دار شدن او مساعدت کنند. و رو میاریم به امریکا. دادگاهی در این کشور پناهنده ازبک را برای کمک مالیش به گروه تروریستی روز 30 آگوست به مهلت 11 سال از آزادی محروم کرد. مجرم 6 سال این مهلت را در زندان سپری کرده است. دادگاه امریکا جمشید مختارف 42 ساله را ماه ایون برای تامین $300 و کمک‌های دیگر به گروه تروریستی اتحاد جهاد اسلامی مجرم اعلام کرد. این گروه از مخالفان حکومت دنیوی ازبکستان به شمار میآیند که حمله‌هایی را هم در آن کشور و هم در افغانستان پیاده کرده است. دادگستر جان کین کمک مختارف به گروه تروریستی را جرم جدی و سخنرانی او را ترسناک عنوان نموده است، اما گفته است که مختارف در قلمروی امریکا یگان عمل خشونتبار انجام نداده است. مختارف سال 2007 با خانواده‌اش همچون پناهنده به امریکا رفت و گفت که گویا برای فعالیتش همچون حامی حقوق بشر در وطنش لط و کوب میشد. با گفته دادستان‌ها او بعد یک مدت زندگی در امریکا دلسرد و خشمگین شد و سال 2012 برای همایش با جنگجویان ازبک به ترکیه بلیت یک جانبه فرمایش داده است. وکیل مختارف این اتهام را رد کرد و گفت $300 که مختارف به ازبکستان فرستاد برای همسرش بود و او می‌خواست برای پناهنده شدن برادرش کمک کند. و بازم برمیگردیم به تاجیکستان. طبق انتظارات از امروز باید نرخ سیم کارت‌ها 50 برابر افزوده با نرخ 250 سومانی فروخته می‌شدند. ولی روز 30 آگوست ضمن جلسه حکومتی رئیس جمهوری تاجیکستان این اقدام را تا 4 ماه دیگر یعنی تا 1 ینور سال 2019 منع کرد. اما با این وجود طول 2 روز است که ما از شما بیننده عزیز و اکثرا از مهاجرانی که در روسیه هستند در این باره سوال‌ها میگیریم که آنها باید چی کار کنند. با توجه شما میرسونیم که اگر شما در روسیه هستید اما میخواهید با نام خودتان در تاجیکستان سیم کارت بگیرند، این غیر امکان است، چون که طبق طلبات هر یک نفر باید بواسطه با شناسنامه‌اش به نزد نقطه‌های سیم کارت فروشی برود. یعنی کسی دیگر اجازه ندارد که برای شما و به جای شما سیم کارت بخرد. در مسئله از یک نام به نام دیگری گذراندن سیم کارت نیز طلبات همین گونه است، یعنی بودن خود شما حتمی است با شناسنامه‌تان. در همین حال به رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان آزاده رحمان هم سپارش شده است که در رابطه با مسئله نرخ و ترتیب استفاده برای سیم کارت پیشنهادات خود را ارائه کنند و در حال حاضر باید بگویم که مسئله به هر یک شهروند دادن یک سیم کارت و محروم کردن تا 14 ساله ها از استفاده سیم کارت بررسی می شود. این چنین پیشنهاد شد که آینده اپراتوران تلفن های موبیلی به هر یک شهروند از روی کد ایدنتیفیکاسیونی یعنی رقم یگانه ملی سیم کارت بدهند. و یک خبر خوبی ورزشی هم داریم. شکر محمد میر محمدов پهلوان تاجیک در مسابقه جودو از روی برنامه بازی‌های 18 تابستانی آسیایی در شهر جاکارتا اندونزی مدال برنجی به دست آورده است. این پنجمین مدال ورزشکاران تاجیک در این بازی هاست. خب یادآور می‌شویم که در این مسابقه یا که در این بازی‌ها که میان مردان صورت گرفته بود، دیروز کامرانشاه استوپریان نیز مدال برنجی گرفت. 3 مدال نقره را به منتخب تاجیکستان دلشاد نظرف در رشته گرزاندازی با نتیجه 74 متر و 16 سانتی متر، بهروز خواجه‌زاده در نماد گشتی کورش در وزن زیر 81 کیلو و شهریار دامینوف در مسابقه انفرادی قایقرانی در کانوئه به مسافه 1000 متر میان مردان آوردند. 2 پهلوان تاجیک کامرانشاه استوپریان و امید حسنبکov
امروز در مسابقه سامبو از روی برنامه بازی‌های تابستانه آسیایی که برای ورزشکاران تاجیک آخرین است وارد رقابت می‌شوند. کامرانشوی 25 ساله و امید 30 ساله در وزن زیر 90 کیلو برای مدال‌ها مبارزه می‌برند. خب برای آنها بردباری می‌خواهیم و امیدواریم که بازم ورزشکاران تاجیک امکان دارند که یک یا دو مدال دیگر به وطن بیارند. خب بیننده عزیز، با امید خبرهای خوش و استراحت خوب تشکر می‌گویم که با ما بودید و برنامه‌های رادیو آزادی را دنبال کنید. خبرها و گزارش‌های ما رو در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و ویدیوها رو در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب ببینید.